سلام جراجانی عزیز مهربانی ما. راستی گپ ما گند جنگا باد میبینم. اما در کودکی بسیار میجنگیدم. گاه ما میزدم، گاه ما را میدن. ما کودکا را عقل جنگ ما نمیگیریم. ما را کلانسارا مجبور میساختن که ما بجنگیم. تو در کوچه پای کار باری خود رفته ایستاده هستی که یک چند کلانسار همراه دو خیلمان نشسته که صحبت دارن. سلامتی میگذاری که یک فایرادت میکنن. هی! اینجا بیو؟ لبکه کجا رفتی؟ خانه مونده مهمان اومده و چم گفت برای یقونچی گرفته بیو. یقونچی لمان گوش که قد شدی میزنی؟ ها میزنم من باید نیکی بزرگ برم. سره بهونه تمیویه بو که تردم خلاص. انا همه خیل حالت میکردن مجبور میشته که جنگ کنی. نه ترسیدم اوخی. شوری تو میزنی؟ ها میزنم. کانی کدومش کلونای؟ انا همینش. کبره یک تاش زن و کودک اومده یک تاد میزنه. بعدا همه کلانسا چیشان از تروان میکنن. تو نمیخوای جنگ کردن نیکی باید جسورتا نشون تی. اکده بو کدومش کلونای؟ انا همینش. کانی یک تا شدی را زن انا اکنون جنگ سر میشوه. چی با سری من دست بردستی؟ تخت سر کدی. اینجا جای جنگ نیست. بیا بریم پشتی اغلو در جنگ کنین. در حقیقت کوچه مونده یک جایی هست که نامش پس اغلوست. نه که در آن پس نه اغیل است و نه گاو است نه گوسفند. شاید باشد من نمیدونم. بعدا ما کلا و پوست با همدیگر میزدیم. گاه ما او را میزدم گاه او ما را میزد. باور کنیم من تماما همی کار معقول نبود. دلم میسوخت با آن شخصی که بای داده بود. از همه خوبش این بود که با این جنگ نگاه نکرده ما باز دوستیمون دوام میدادیم. بیا با شما یک قصه را نقل کنم. یک از ما همراه بچه ها جمع شده بودیم که تا که آبازی رویم. دیر نگذشته همسایه‌مان قطعی ملدق آمد و گفت بچه ها شناس را این دادر من نام جمشید داریم. همسایه مامم همش این میترسن. کلیچکا ترمیناتور رای همه خیلی این گنده اوی مشکدی خیلی قدر زور باش قلشیه با یک زن. ما او را نگاه دارم قدش نیم باجه بای. ما قطعی همی جنگ کنم. ترمیناتور یک مش در شکم بود تایگه در پیش وارم زد نفسم گرفت. راستی من نمیدونستم که ترمیناتور باکسیور بوده چون که ما را یکم بریده بودم. خیالم که زورم میرسه. لیکن بعد این هم جنگیدم تمام نشده بود و من قطعی اون کس می جنگیدم. در کوچک های همسایه، در مهمونی، در مکتب و غیره. از این رفتار و کردار خود ما یکم فایده گرفتم.